اما مشهدیام امام رضاییام بین فاطمه معصوم در قم و فاطمه مدینه خیلی اختلافه، خیلی فرق داشتن. مگه چیه؟ روزا بیبی تو خونه بستریه، هرچی بچه ها نگاه به در میکنن، یکی بیاد در رو بزنه سراغ زهرا نمیاد، یکی سراغ زهرا رو نمیگیره. مادر رو اونان که مادر دارن میدونن روزه مادر فاطمه یعنی چه. سادات ببخشید منو جمله ختم سید انشالله ادامه میده. چه کنم دیگه گفتم از امام رضا آمدید یا علی مدن بی تو جهود سر دلم به خانه پر نمیزنم، کسی به خانه علی حلقه به در نمیزنم. عجب مجلسی شده ها. اما حالا با این حال خوشی که داریم میخوام یه سلامی بدم به آقام حسین. قبل از اینکه سلام بدم یه حرفی یادم اومد، یه قولی یکی یاده چی؟ بطرس ملنگ یادت قول دادیم وقتی پر و بال گشودیم بر فراز آسمان ها پرواز کردیم، ندا داد مردم دنیا بدونید من بطرس ملک آزاد شده حسینم. قول میدم هر کس در این عالم سلام کنه به آقام ببرم کربلا. بطرس ملنگ سلام ای زائرای امام رضا بون آقا، زائرای شهر خودمون کاشان از کنار حرم سلطان علی شب شام